قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان بعد 26 سال سفر اولینش به واروخ بار دوم به این منطقه بحثی و همیشه زیر خشونت همسایه ها برود. او در آنجا با همتای قرغیزش سارانبی جینبکوف ملاقات می کند. علاکه از اوایل ماه جاری آمادگی به سفر امام علی الرحمن در اسفره به طور عنعنوی جریان دارد. از مردم خواسته‌اند دیوارهای خانه و حولیهای خود را سفید کنند. خوانندگان مکتب به مارشیروفکا جلب شده اند. حکومت محلی راههایی را که قرار است رئیس جمهور از آنجا عبور کند تعمیر می کند. ساکنان ناحیه به خصوص جماعت‌های واروخ و چارکوه امید دارند که بالاخره دو رئیس جمهور به نتیجه نهایی می رسند و به تنش‌های مرزی خاتمه داده می شود. عبدالمقیت صدرالدینوف یک ساکن چارکوه که فرمان گرفته است دیوار خانه اش را که در کنار راه قرار دارد از نو سازد میگوید هرچند از نوسازی دیوار برایش گران تمام می شود ولی او بیشتر درباره آن می اندیشد که واخوری دو رئیس جمهور چه تأثیری به تنش‌های مرزی خواهند داشت. رئیسان ناحیه و ولایت چند بار گفتگو کردند ولی مسئله حل نشد. مردم ناحیه امید دارند که رئیس جمهورها به یک خلاصه لازمی می رسند و به جنجال‌های مرزی خاتمه می بخشند. اما ساکن دیگری ناحیه روزیبای منافوف چندان امید به سفر رئیس جمهور ندارد. او میگوید قرغیزها حرف خوب را نمیفهمند. یک مرتبه قرغیزها برای 5 سال پورا آرام شدند و یگان بار جرأت نکردند مرز شکنی یا به تاجیکان هجوم کنند. این بعد آمدن مجاهدان سابق و بازار سلاح راندن آنها از منطقه بحثی بود. حالا قرغیزها فهمیدند که حکومت تاجیکستان جرأت رویارویی با آنها ندارد. هر کار میخواهند انجام میدهند. چندی پیش محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان گفته بود زبان کوتاهی مقامات تاجیکستان نزد همتایان قرغیزی خود را در بیزنس عائله رئیس جمهوری تاجیکستان می‌بیند که توسط قرغیزستان انجام می‌شود. شرکت‌های خانواده الان شرکت فراز که به قاچاق مواد سوخت و دیگر مواد غذایی مشغول هست یک قسمی از موادهای کنترابند خود را از مرز قرغیزستان وارد تاجیکستان می‌کنند و این چون از تاجیکستان هم توسط مرزهای قرغیزستان یک مقدار از بارهای ثبت نام نشده و قاچاقی خود را به بازار وارد میکنند. حکومت قرغیزستان، مردم قرغیزستان و حکومت‌های محلی نزدیک سرحدی از این واقعیت آگاهند و این تبدیل شده است به یک قرطه یا اهرم فشار در دست همسایه کشور برای آنکه حکومت تاجیکستان را و بخصوص خانواده را همیشه همچون یک متهم نگه بدارند و هر وقت که حکومت تاجیکستان بخواهد از منفعت‌های مردم حمایت کردنی شود اونها بالای میز این قرطه ها را میگذارند میگن که بدانید که اگر گذشت نکنید و بالای ما فشار بیارد ما این فکت ها را رقم ها را آشکار خواهیم کرد و این است که ملت تاجیک و کشور ما گروگان بیزنس خانواده، متهمی خانواده و سیاست های جنایتکاران این خانواده شده است که نتیجهش همین است که مردم شریف واروخ، خواجه اعلی و دیگر دیههای اسفره و نه تنها اسفره تمام ملت تاجیک در یک حالت خواری و ذلت قرار گرفتند. اکنون اینجا سؤال مطرح این است که آیا رئیس جمهور کشور امام علی الرحمن ضمن سفرش به واروخ راضی شده می تواند که به خاطر حفظ مرز کشور به بیزنس دامادش و شرکت عائلوی فراز ضربه وارد شود یا این دفعه هم زمین کشور را قربانی منافع عائلویش می کند؟ ببینیم چی می شود. این را وقت معین می کند.